ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 20 رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری برابر است با 11 حمل سال 1403 هجری شمسی و مصادف است با 30 مارس سال 2024 میلادی. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. استقبال گسترده تجار و سرمایه گذاران از قرارداد کار ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن هرات-خوف. آغاز برنامه تغییر رنگ وسایط تاکسی ولایت زون غرب با حضور مسئولان اداره مرکزی ترافیک کشور و دیدار معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از اداره مستوفیت هرات. مشروع اخبار. قرارداد کار ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن هرات-خوف مورد استقبال گسترده تجار و سرمایه گذاران در شهر هرات قرار گرفته است. آنان با ستایش از این اقدام بزرگان امارت اسلامی میگویند که تکمیل این پروژه در راستای رشد اقتصادی به ویژه کاهش قیمت کالا در کشور اثرگذار است. شعیب جلالی گزارش میدهد. اخیراً قرارداد کار ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن هرات-خوف با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به امضا رسید که این اقدام امارت اسلامی مورد استقبال تجار و سرمایه گذاران در ولایت هرات نیز قرار گرفته. آنان با آنکه اقدامات امارت اسلامی را در امر تطبیق پروژه های زیربنایی در تمام بخش ها می ستایند، اما تاکید دارند که تطبیق کامل پروژه خط آهن هرات-خوف رشد و شکوفایی اقتصادی را در کشور به همراه دارد. وقتی که قطار به وجود میاد، هزینه مثال یک واگون 70 تن بار میاره، وقتی به موتر میاریم مثلا 3 موتر میشه واگون. پس وقتی که از نگاه کرایه، از نگاه حمل و نقل، از نگاه بیتر شدن، قطار به هر صورت به صرفیه به هم برای تاجر، هم برای رشد صنعت، هم برای رشد تجارت و هم برای صادرات افغانستان این فایده زیادی داره. خیلی هم خوبه، میتونه رو مسائل قیمت ها هم از کالای صادراتی که بتونه مناسب تر به دست مصرف کننده برسونیم از افغانستان و هم کالایی که وارداتی از طریق خط آهن به افغانستان با قیمت های مناسب تر برسونیم به دست مصرف کننده. با این همه اداره محلی هرات نیز تاکید می کند که امارت اسلامی در کنار تلاش برای تکمیل پروژه خط آهن هرات-خوف پروژه های بزرگ زیربنایی دیگر نیز روی دست دارد. اسلامی امارت په مجموع کې د زیربنایی اساسی او د بنسټیزو پروژو حامی او ملاتړی دی. کله چې اسلامي امارت په واک کې راغلی د هیواد په بیلابیلو برخو کې هڅه او کوشش دا سوی چې بنسټیزو پروژو باندې کارونه پیل سي. یو له هغو شیانو څخه د اورګاډي پټلۍ ده چې اسلامي امارت د راتلو سره په دې برخه کې کار سوی. د هرات ولایت کې د هرات خواب د لارې همدا ډول د روزنک څخه بیا تر هوایي ډګره پورې کار شروع ده. باید یادآور شد که قطعه دوم بخش چهارم خط آهن هرات-خوف که آخرین مرحله این خط آهن نیز می باشد 47 کیلومتر طول دارد که قرار است تا در ظرف 2 سال آینده با هزینه 53 میلیون دلار تکمیل شود. پروژه امور تغییر رنگ وسایط تاکسی ولایت زون غرب با حضور مسئولان ارشد ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله در هرات آغاز شد. مسئولان با بیان اینکه تا به حال بیش از 6500 اراده تاکسی از زرد و سفید به فیروزه‌ای و سفید تغییر رنگ داده شده اطمینان میدن که رنگ جدید با کیفیت بالا تطبیق خواهد شد. محمد جمعه رضایی گزارش میدهد. جریان افتتاح پروژه تغییر رنگ وسایط تاکسی ولایت زون غرب اینجا در هرات قرار است رنگ وسایط تاکسی از زرد سفید به فیروزه‌ای سفید تغییر رنگ داده شود
که این پروژه تا به حال روی 6500 اراده تاکسی عملی شده است. در این مرحله هرات، فران، نیمروز، غور، بادغیس و دایکندی از ولایاتی هستند که این پروژه در آنها تطبیق خواهد شد. موترهایی که رنگ شده شامل تماما زونای افغانستان میشه که ما نظر به تقاضای مالکین وسایط ما مقدار موتر رنگ کردیم و قیمتی که یا هزینه که این پروسه برمیداره 9110 افغانی است که در تمام افغانستان یک قیمت گذاشته شده. ما میخواهیم که با تطبیق این پروسه ما بتانیم یک ارقام دقیق را به دست بیاریم و نظر به ضرورت شهر و ولسوالی های ولایت هرات ما با اون اندازه دیگه وسایط شخصی را به ایستگاه تاکسی شامل بسازیم که ضرورت حمل و نقل شهروندان ما انشالله برطرف بشه. به گفته رئیس عمومی ترافیک وزارت امور داخله، پیش از این فعالیت بیش از 80% وسایط نقلیه در کشور غیر قانونی بوده و آنان تلاش دارند تا در این زمینه کارهای بنیادی را انجام دهند. یو موټر که بشپږ 2000 او 15000 او 4000 رنګ کیږي هغه یو کال در بر نه نیسی بیا به موټر رنګوي. موږ ګارانټي د 3 نه 5 کالو ورکوو ځکه دا هغه ګارانټي ده چې د کورنۍ چارو وزارت کې ته اخیستل شوی. که چیرې 3 کال نه 5 کالو پورې رنګ کیفیت خراب شي هر هیوادوال کولی شي دوباره بیا په رنګ کې. هرات یو زون دی. تاسو فکر وکړئ ما ته 4000 لیتره د هر شي درته انداز 4000 لیتره تیل په دغه کې راکه کابل کې مال ته خرڅ کړل ته 4000 لیتره دلته شي ارزانه دی. همچنین ټول اسباب هر شي د حساب 200 لیتره اضافه شدل یعنی شی ارزانه دی. بیا هم د هرات زون دی تاثیر رشد متوجه کیږي. این در حالی است که مسئولان اداره عمومی ترافیک کشور از عملی شدن بعضی کارها در راستای قانونمند شدن وسایط نقلیه در سطح کشور سخن میگویند. معین عواید و گمرکات وزارت مالیه طی سفر رسمی و به ولایت هرات از اداره مستوفیت این ولایت دیدار کرد. در این دیدار معین عواید و گمرکات وزارت مالیه طی نشست با مفتی کفایت الله حقانی مستوفی هرات و آمیرین بخش‌های مربوطه این اداره بر تحصیل اصولی عواید، رویه نیک با مراجعین و خدمت به مردم تاکید کرد. از سوی دیگر مفتی کفایت الله حقانی مستوفی هرات در مورد دستاوردهای سال مالی 1402 صحبت نموده و از جمع‌آوری عواید و تطبیق مؤثر مصارف به معینیت عواید و گمرکات مقام وزارت مالیه اطمینان داد. آقای حقانی همچنان از برخورد نیک با مراجعین و رضایت کامل آنها از نحوه اجراعات یادآوری نموده افزود اجراعات اداره مستوفیت هرات در هماهنگی با مقام ولایت و روابط حسنه با سایر ادارات ولایتی این ولایت صورت می‌گیرد. 1000 اصل نهال از سوی یک شرکت خصوصی در سطح شهر هرات قرض گردید. مولوی جلال الدین حق دوست معاون شاروالی هرات ضمن قدردانی از این کمپانی میگوید قرض این نهال‌ها فضای سبز و محیط زیست شهر هرات را تقویت می‌کند. از سوی هم مسعود سنا نماینده شرکت می‌افزاید شرکت مذکور از 3 سال پیش تا کنون همه ساله در فصل قرض نهال‌ها برای سرسبزی شهر هرات سهیم بوده است. یک تن در پیوند به قتل توسط پلیس هرات بازداشت گردید. پرسنل قماندانی امنیه ولسوالی ادرسکن هرات طی اقدام کشفی یک فرد که چند روز گذشته یک تن از باشندگان این ولسوالی را به قتل رسانیده و متواری گردیده بود از مربوطات این ولسوالی بازداشت نمودند. همچنان دوسیه فرد مذکور بعد از تکمیل به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال خواهد گردید. امتحان عملی لیسانس از متقاضیان جواز رانندگی مدیریت پلیس ترافیک هرات اخذ گردید. به تعداد 207 تن که قبلا درخواست جواز رانندگی نموده بودند بعد از طی مراحل اسناد و سپری نمودن صنوف آموزش قواعد رانندگی به صورت عملی از آنها امتحان اخذ گردید. قابل ذکر است که از این میان 143 تن موفقانه امتحان را با حضور داشت هیئت سپری نمودند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 9 درجه سانتیگراد. غوریان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 8 درجه سانتیگراد.
کرخ ابری بلندترین درجه حرارت 16 پایینترین 4 درجه سانتیگراد و همچنین پشتون زرغان ابری بلندترین درجه حرارت 19 پایینترین 8 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. استقبال گسترده تجار و سرمایه گذاران از قرارداد کار ساخت قطعه دوم بخش چهارم خط آهن هرات‌خواب. آغاز برنامه تغییر رنگ وسایط تاکسی ولایت زون غرب با حضور مسئولان اداره مرکزی ترافیک کشور و دیدار معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از اداره مستوفیت هرات. بینندگان عزیز از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار. ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.